نمانیم رفتیم. شما هم بیایید. اکا کنان جو ما از پس کارمو شویم. اکا کنان به این هم آدم بسیار است میگویم. ما زیادتی نشدیم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگرد، وقتشان رو زیاد میگیرد. اکای کنان دیر میوید با جهاز هر دومون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی دل آشنا نشنیدی اکای کنان رو میکشم میگوید. باجا عشق خودش آدم میکشم میفهمی؟ ای شوکت اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. مترو دم نشته هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایشم با اوهان سوختگن اوشم یه بچه چی نگذاری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جیگرو رام ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه. تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتایم. به درون میپرتم گفته است خانه را در نظر داره. جورا محبس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار نگیرن. انشالله نیست که نه از محبس بر اومده. سالی به یک قلصه سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بینیم میشناسم. پسرم شما کیم کی با ما با اتفاقی مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جانی اصلی هم. اینو مرا یکجو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیس هم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است، این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوشم میکشم. تو گوشه گیرو میکشی چی گفته ایستاده یا؟ سمی بدبخت دم تا بگی مگه پتا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه پراتیونیه نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه اون که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای ما تموم شي. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسون توجی سری ما هستند نسبت اونو احترامی به اندازه داریم. الان منم همه گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکل از خیانت کردی؟ کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکل از گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگون خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه بچه؟ مرده است بگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باستم مرده است گوید برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرده. درد شاکت بسیار وزنین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اغلب زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟
با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند. میگویم آیسته آیسته صحبت کنیم اما دائم زید میبراید. رفیق کمیسر در باره برادرم یگان خبری شود من همین جایم. شوکت کراسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جوید. اجازت شما باشم ما دفن شیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انصاف دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. تو این تو هستی؟ لطفاً بگو. این رو میخواهی؟ بگیر. تو نقابت رو نکشی انگشترین رو نمیدهم. اول چهرت رو میبینم بعد انگشترین رو میدهم. این انگشترین رو باید گیرم. انگشترین زهر از آن من است. بکش این را. بکش نقابت را. نقابت را بکش. نقابت را بکش. بکش نقاب را. بالا زند باز گرفتن نتوانستم. نقابی برادرم ایکو با خدا بوی کلتکلس میکنه. من میدونستم که تو زنده ای. میدونستم. این همون ابله نیست مگر هیست ای بچه بیس تو خطا میکنی. ای بچه کس شما میدارونی با خدا کس چکل مرا بکل زدی کمال ای بچه کی بود؟ شوکت ایکو. شوکت؟ تو چرا انگشترین مرا گرفتن میخواهی؟ ما از کوههای بلندیم و ما پسی نمیزیبل. مرا شنیدیم؟ ابلهی بناموس من تو را میکشم. عزمی جان او بعد یک کریش زنم. ای بچه کمیسر بگید یه اونا را. مسئله حل چیگه پس اینجا ها؟ بسم الله. همکار این برادر کلتکل شوکت است. با اتاق خانم زینب در آمده است. ابله ای بچه خدا بترس. با خدا کمیسر تو اومدم کدیستن. دم تبگی کلتکلس رو دیدم میگوید. دیدم راست میگم. این همین نقاب در سر همون بود. بوی کلاس کدیستن. این بو کشته. ای شوکت یک بار سرت رو در بالا گرفتار نکن. در بالا سرت رو گرفتار نکن. یعنی بیشرف نقاب پوشیده پنهانی به قصر می آمده است. آخر عزمی جان خوب او کلاس بود. یعنی کافی ساخیر کنی یک قرار دهید کلتکلس بود یا نبود. آخر خانم منیز ما هم خودمون همین را فهمیدن میخواهیم. شد همکار من با این گپ میزنم. تو با خانواده ادرو. وقت دیر شد. من میرم. میلا که زبایز سلام شوکت بیست نکنه. آرام شو. تمام بیا روید. تمام. ای سرزی مرا با او مرا بخلا میدونه. شوکت کمالی بدبخت. حالا کوچه ما میگذری یگان روز.
مرا گوش کن. تو چی درد داری؟ اقلا یک بار سرت را در بالا نگذاری میموری. آخه کمیسر من هم نمیخوام که سرم در بالا مونم. ای پس همون زوغ سیاه دویدم نه که میدونم که همون برادری مای. برادرت مرد شوکت. فهمیدی؟ خیال را بس کن، مرد. آخر کمیسر نمرده است. من میدونم، حس میکنم که زنده است همون بدبخت. شوکت دیگر تو را نجات نمیدیم. دیگر روبروی من نبرو، فهمیدی؟ به خدا تو را به درون میپرتایم. مینت نکه. خیر تا بازدید. هم میگه روبروم نبرم و میگه تا بازدید. عجایب بود.